اصلا پیشگویی تنها ذات خداوند است، لیکن خداوند به همه انسان است، به همه انسان و همه عالمان خودش یک علم داده است که این علم آورده به غیب میرساند. وقتی که مثلا استرونوما وقتی مثلا میگیم باد هوا رو میسنجند، بسیارتر آنها نمیگن که همین چیز میشود، لیکن احتمالات شدن رو نیز داره میگن، چون آنها هم ابایگانی خداوند باور دارن. باوری ندارم من. برای آنکه من هم از هری برآمدم، یکی گفتم بارون میباره، لیکن برآمدم بارون نبارید. آب و هوا باوری ندارم من. آفتاب برآمد، من پالتو پوشیده بودم. تلویزیون گفتن که ماده بارون میباره. یعنی یگان کس با پررگی گفتن نمیتواند که ما باوری داریم. من از جهت نظر خودم قریب 70% باوری دارم. برای چی؟ برای که بسیاری مردم میگن که وای اون نفرایی که باد و هوا رو معین میکنن و از پیش خدا اومدن. نه، این گپ نیست. اون علمی که وای دارن وای همون علمی هست که خداوند وای داده است. وای از پیش خودشون یگان وقت نمیگن و مردم را آگاه ساختن آنها نیز از همین سبب است که مثال پیشگی گپ میزنن که فلان روز در فلان تاریخی روز فلان خیل باد و هوا می شود. خیلی با پیشگویی ابوسنجان این گفته ویا خیلی وقت راست میبرده، خیلی وقت نمیبره. روز می شود در تلویزیون میگن که باران میبارد، ما که لباسای گرم میپوشیم نمیباره. روز می شود که خیلی راست میبره. تکنولوژی نو آورده شناندگی بودن. نمیدونم کی آورده شناندگی بود. از همون وقت این طرف تا حالی همین باد و هوای تاجیکستان فریب نمیکنه تلویزیون رو. میدونم که آورد شناندگی بودن. همون این طرف هم تکنولوژی بعدی هم تکنولوژی کار کردن باد و هوا نقض پیشگویی میشه، درست میشه. بعضی روز مثال می شود که هوا را بارانی میگویند، لباسهای گرم پوشیده به درس میآییم، میبینیم که هوا آفتاب است.